برادران و خواهران خیلی گرامی، نام برنامه را گذاشتیم دین و شعر. البته شاید نفرهایی که آگاهی نداشته باشند که آیا شعر هم در داخل دین مان، در شریعت مان، آیا خواندن و گفتنش جایز هست یا نه؟ اگر کسانی که در این مقابلیت نشان میتین، شاید خواهرها و برادرای عزیز از معلومات دینی آگاهی ندارند، زیرا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 تا شاعری مشهور، یعنی صحابی های پیامبر بودند که اینها به نام حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه، سعد ابن مالک و لبید ابن ربیعه، اینا صحابه هایی بودند که در زمان پیامبر شعر ایجاد میکردند و پیامبر گرامی اینها را رخصت میداد، اینها در بین مردم شعر میخواندند و حتی بعد سر پیامبر هم اینها شعرخوانی و شعر ایجاد کنی هاشون بود. و این خاطر است که با روایت ابی ابن کعب که ابن ماجه حدیث اسنادش صحیح میگه پیامبر گفت که این من الشعر لحکمه، البته شعرم این با خود حکمت خودش دارد. ابو هریره میارد که روایت امام مسلم قطعی هست، میگه پیامبر گفتن که اصدق کلمت قالها شاعر کلمت لبید الا کل شیء ما خلا الله باطل. بین برادرای عزیز، حتی پیامبرمون از جناب لبید که من برای شما حاضر خواندم که شاعری دوره پیامبر بود، لبید ابن ربیعه، گفت که سخن حق به جانب لبید ابن ربیعه هست که در مصرعهاش چی گفت؟ این مصرع شعری همون لبید خواند، گفت الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی که اگر از نام الله خالی باشد او باطل است. و این خاطر برادران و خواهران عزیز، البته شعر هم گویم در اسلام ما، در شریعت ما خواندن و ایجاد کردنش درست است. امام شافعی را وقتی پرسیدن آیا حکم شعر در اسلام چی است، بسیار یک جوابی خوبی دادن. گفتن حسنه حسن قبیحه قبیح، آن شعری را که با خوب است، معنای خوب دارد، معنای تربیوی دارد، خوب است. گفتن آن شعری که از مقصد فحش و فجر و فاحشگی و دیگر مقصد سخنهایی که بسیار زیاده روی می شود، گفتن این قبیح است. گفتن و این خاطر من قبلا برای آنی که برای شما شعری را در اینجا خوانم، من دلیل‌ها و حجت‌های آوردم که از نگاه دینمان آن شعرهایی که جنبه‌های تربیوی دارند خواندنشان یگان گناهی ندارد. ابتدا میکنیم از شعری جناب شیخ سعدی که در اطراف آداب برای ما و شما گفتن ادب بهتر از گنج قارون بود که فزونتر از ملک فریدون بود. بزرگان نکردند پروای مال که اموال را هست روز زوال. اینان سوی علم و ادب تاختن که نامی نکو از ادب یافتن. برادران و خواهران عزیز، من برای شما یک کم ترک برای معلومات پیدا کردن تان، اگر چنده فکر میکنم قدر مصرعهای دشوار فهمم نبودن، لیکن کمتر برای با معلومات پیدا کردن تان گفت ادب بهتر از گنج قارون بود که فزونتر از ملک فریدون بود. شیخ سعدی آداب
بالاتر گذاشت از تمام آن مبلغ و ثروت و دارایی که قارون داشت. دوم مصرع ادب را بالا گذاشت و برتر شمارید از آن تخت و از آن ملکی که فریدون داشت. بزرگان نکردند پروای مال که اموال را هست روز زوال. ببینید مقصد عزیزای خدا میگه پروای مال و ملک دنیا نکردن، زیرا اینها میدانستند که آخری مال یعنی نابود شوی است و از دست به دست دیگر گذشتن است. اینان سوی علم و ادب تاختند که نامی نکو از ادب یافتند. امروز میگه هر بزرگواری را که شما نگاه کنین نامشون فقط از علم و از ادب بالا شد. یعنی تا امروز کسی را از حساب ملک و تخت و مثال بگیم شرایط و امکانیتش هیچ وقت وصف نمیکنن، بلکه کسانی که علم داشتن، کسانی آداب داشتن، با علم و آدابشون مقصد تأثیرشون در جامعه و تأثیرشون در مردم که گذاشتن نام نیکشان باقی ماند. البته حق به جانب شیخ سعدی هست، زیرا پیامبر گرامی هم گفتن این المؤمن لا یدرک بحسن خلق درجه صائم القائم. کسی که روز روزه میگیره، شب تا به روز نماز میخونه، ببینین میگه در ثواب برابر است با آن نفری که روز روزدار نیست، شب نماز تا روز نداره لیکن آداب داره. وقتی آداب خوب که دارد در ثواب میگه از آدم روزدار و شب زنده دار هیچ کمی نداره. به این خاطر برادران و خواهران عزیز، انشاءالله این برنامه ما و شما اگر خدای مهربان کشایشتیه و خدای مهربان اگر برای ما و شما شرایط فراهم کند، من برای شما این مصرع ها را در این برنامه برای شما هر روز یک مصرع های شعری نوی میخوانم و معنا میکنم و از شما فقط یک خواهش دارم که این شعرهایی که من برای شما از این عزیزا و بزرگا میخوانم شما اینها را قید کنین، شما اینها را حفظ کنین و همچون وظیفه خانگی هم برای فرزنداتون تین تا اونها هم ایره خوانن. آدم وقتی که از شعرم که اگر چقدر معلومات و خزینه زیاد داشته باشه، خدا خواهد برای او هم بهتر و خوبتر است از او کسی که در 50 و 60 رفته است 2 مصرع شعر هم از یاد نمیداند. الله خاتمه مون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. آمین یا رب العالمین.